رام حسین بنان. نام آهنگ بهار دلنشین. خیلی ممنون. کمربند بنده زنونه مردونه سنج بندی تربندی داره. خواننده استاد غلام حسین بنان. نام آهنگ بهار دلنشین. بشنویم نوایی از استاد بنان با شعر در مایه دشتی. آوازش در مایه دشتی، ترانه در مایه اصفهانی. میرم تو حس. اگه خوب خوندم خوشتون اومد، آخر سر شما هم بیحال نباشید. شما هم بیحال نباشین، آخر سر بر من دست بزنید. خیلی ممنونم. حالا میخونم آهنگ بهار دلنشینو. تو بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کلبه ویرانه ام، چون نسیم زندگی آمد بیا آرام جان، چون نسیم از سوی گل آمد بیا دامن کشان، آمد بیا دامن کشان، بازا ببین در حیرتم، بشکن سکوت خلوتم، چون لاله صحرا ببین بر چهره داغ حسرتم، بر چهره داغ حسرتم، ای روی تو آینه ام، عشقت غم دیرینه ام، بازا چو گل در این چمن، سر را بنه بر سینه ام، سر را بنه بر سینه ام. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. تا ساعت 4 برنامه داریم. آهنگ بعدی هم بخونم از اکبر گلپا به نام ساقی. هنرمند زنده یاد استاد اکبر گلپا با شعر و آهنگ از جهانبخش پازوکی در دستگاه شور اجرا میشه. یه خورده بخورم برم تو حس. اکبر گلپا رو بخونم. منم مریض بیکسم، اگه دارین کمکم کنی، خیر ببینی خواهرم، هر کی داره خواهرم، برادرم، تو رو خدا کمکم کنی، کمکم کنی، منم مریض بیکسم، اگه دارین کمک کنی، هر کی داره. ای ساقی آرامم کن، دیوانم رامم کن، من خسته از ایامم، ساقی تو آرامم کن، گم گشتی در خویشم، ساقی تو پیدایم کن، با ساغر شیدایی سرمست و شیدایم کن، در سینه پنهان کردم فریاد آوازم را، محض خدا روزگار مشکن دیگر سازم را، ای ساقی آرامم کن، دیوانم رامم کن، من خسته ایامم، ساقی تو آرامم کن، گم گشتی در خویشم، ساقی تو پیدایم کن، با ساغر شیدایی سرمست و شیدایی.
برنامه مستقیم از ماهواره مترو تهران داره پخش میشه. میریم سراغ هنرمند بعدی، استاد حسین خواجه امیری معروف به ایرج. جلو دوربین نگیرید، برنامه مستقیم. خیلی ممنونم از وسط دوربین بایستید. جلوشو نگیرید وسط دوربین. قربون شکلت برم. نه دوربین دارن نگاه میکنن برنامه رو میبینن. خب از استاد ایرج قرار شد بخونیم بعد از اکبر گلپا و استاد بنان. نام آهنگ هست مهمان. میرم تو حس. من با کدوم دوربینم؟ با اینه. این طرف اینجا هم هستش. هر دو تا دوربینه داری. آره. ایستاده بایستم که هر سه تا دوربین منو ببینن. اون دوربین مخفیه. بفرمایید. هزارون باری که الله، هزار دفعه ماشاءالله، به اون قول و قراره فراموش کردی ما رو. بابا دست خوش ای بلا، دیروز وقتی میرفتی در گوشم چی گفتی؟ به من گفتی که فردا قرارمون همینجا. بابا دست خوش ای بلا، بابا دست خوش ای بلا. ای تمنای من ای گل نازآفرین، انتظار دلم از تو و بیش از تو این. هر جا میرم به هر کجا از تو کنم گلایه ها، که بی وفایی، که بی وفایی. تشویقش نبیدیم. عزیزانی که صدای منو میشنوید تعجب نکنید، دچار شک و شبهه نشید، ذهنتون خراب نشه، موقع پیاده شدن غیبت نکنید. من خودم رو معرفی میکنم تا زمینه غیبت به وجود نیاد. بسیار تشکر میکنم از یکایک عزیزان و هنردوست، عاشقان اهل ذوق و ادب و هنر که فرصتی به من دادن چند دقیقه در خدمت شما عزیزان و هنردوست باشم. من خیلی ممنونم. من سید مصطفی میرهاشمی، فارغ التحصیل از دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال 52 در زمان خودم در باشگاه افسران مهندسی ارتش برنامه‌های تلویزیونی زنگوله ها، چنته، جوانان، کارگران اجرای نقش داشتم. آخرین بازی من فیلم سینمایی بود در سال 92، فیلمی به نام لامپ سر. کارگردان سعید آقاخانی، بازیگر محسن تنابنده. تو موبایلاتون بزنید فیلم لامپ صد، تصویر و صدای من رو کنار هنرمندانتون میبینید. مطرب داریه به دست کنار خیابون نیستم. بازی زندگی منو به اینجا کشونده. از زمانی که مریض شدم زندگی و سفره من به دست شما مردم داره تأمین میشه. اگه دوست دارید به اندازه توانتون منو یاری کنید تا سفره ما هم از محبت شما رنگین باشه. اونهایی که دارن